یکی از تندترین مدل‌های دنیا رو پیدا کردم و خریدم. متنفرم از تندی ببین زیاد. این مجازات شماست چون بچه‌ها لایک برای ویدیوش هم نباید من جلو اسپایسی تندیه که پدرتو در میاره. این 3xه. ببینید این مدلشه. من دیگه چیز دیگه پیدا نکردم که تندتر باشه. خوردنش یه مسئله است، پس دادنش یه مسئله است. من حالم بد میشه چند دقیقه صبر کن الان میام. چند دقیقه صبر کن. برای سلامتی تو معدت و این مسیرت تا معدت آتیش گرفت، حلقت سوخت. بابا انقدر حرف نزن، ما رفتیم. پس دادنش یه معضلیه که بابا برای چی لایک میکنید هر چی نازنین میذاره. خب من اومدم ببین چی برات درست کردم. برو بر بچه ها ببینید سسش هم بردم اینجا جلوی شما بریزم. این سسه رو تو کلیپا خوردن. آره. آتیش گرفته مورد بیمارستانی شده یار. چی خب آی بابا همشون نریختن. بابا باشه اینا رو دیدم یارو یه قطره میزنه میره. دهن ما دریچه به ورود جسممونه. بابا این اینقدر سری میره توی من. دیگه قرار نازنین جان این میره درون. من قویم. بیا بابا قوی. من یه مرد قویم. بابا ول کن اذیتی. بس بچه ها بدونن. واقعا آب برم بیارم. هیچیم نیست. این تندیه میمونه. برو چی برام بیار. اشک اومد چشم اصلا. آب بخور با چوب شو. خیلی وحشتناکه اصلا هیچ لذتی شما درصدی از مزه این همشو بخورم نمیبه اصلا. چقدر نگو خورم. بچه ها اگر این ویدیو 50 کا لایک بخوره کنسرو ماهی نپخته میخوره ایشون. همینجا اتمام این رابطه رو اعلام میکنم. بابا خب